ببین داداش، به خدا اون دایموند بلاکه، اسپانر زنبور نیست. ببین اصلا به این کاری ندارم که چجوری اون زنبوره به تو قایق داد. واقعا به این موضوع کاری ندارم که اون بابا از کجا اومد. ببین داداش، فقط میتونستی خاکای توی اون چست رو برداری و از اونجا بری بالا. لازم نبود رفیقتو صدا بزنی. ببین داداش، نرمالش اینه که تو باید خودتو بعد چجوری روی خاک دایموند پیدا کردی و فکر کردی که هیچی نیست. بعدش هم اون آدمی که دایموند رو پیدا کرده قطعا نمیاد به تو کلنگ دایموندی بده که تو بکنیش. آخه واقعا چه منطقیه؟ وایسا ببینم چطوری اون دایموند رو دایره کردی. اصلا نشدنیه.